سلام، چطورین؟ به برنامه‌مون خوش اومدین. چطورین؟ سلام، خیلی خوش اومدین. خوبم، شما خوبی؟ چطورین؟ تو چطوری؟ خوبی؟ دکتر. سلام به همگی. به برنامه‌مون خوش اومدین. راحت باشین. راحت باشین. یه سوالی دارم. تا حالا شده فکر کنین که در روز چند تا محصول زیبایی استفاده میکنین؟ محصولاتی که به چشماتون میزنین، صورتتون، لباتون، ناخوناتون و بدنتون میزنین. احتمالاً در روز حداقل 12 تا از این محصولات استفاده میکنین. تا حالا به این فکر کردین که شاید این محصولات آرایشی براتون خطرناک باشن؟ لوازم آرایش یه تجارت خیلی بزرگ. در واقع ما هر سال بیشتر از 30 میلیارد دلار بابت لوازم آرایشی هزینه می‌کنیم. خیلی از مغازه‌ها شما رو تشویق می‌کنن که محصولات مختلف رو آزمایش کنین و ویترین‌های چشمگیر و زیبا از نمونه‌ها در اختیارتون میذارن. و احتمالاً همتون تصور می‌کنین همشون بهداشتی هستن. ولی در واقع همون تستری که توی دست شماست ممکنه آلوده به انواع میکروب‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها و حتی به باکتری ایکولای باشه. طی یک مطالعه بسیار جامع محققین کشف کردن که همه لوازم آرایشی که روز شنبه، یعنی شلوغ‌ترین روز خرید، آزمایش شدن، آلوده بودن. ما تصمیم گرفتیم که خودمون از خطرات توی کانترهای آرایشی مطلع بشیم. کارمندای ما با 2 تا دوربین مخفی به 2 تا مغازه لوازم آرایشی سر زدن. اونا متوجه شدن که خانم‌ها زیبایی رو به سلامتی خودشون ترجیح میدن. بعضی از خط چشم‌ها و ماتیک‌های استفاده شده رو استفاده می‌کردن. بقیه از بروس‌هایی که تمیز نشده بودن استفاده کردن و چندین نفر هم از انگشتای خودشون استفاده کردن. حتی یه مادر اجازه داد که دخترش رژ لب رو از توی به لبش بزنه و بعد دستشو بکشه روی لوازمی که به نمایش گذاشته شده بودن. هر بار که شما به یکی از این تسترهای آلوده دست می‌زنین، یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیتون رو مرتکب میشین. امروز 3 خطر محصولات زیبایی رو بهتون میگم و همچنین راههای محافظت از این خطرات رو. خب خطر اول باکتری در کانترهای محصولات آرایشی. پائولا نویسنده این کتاب بدون من به کانتر لوازم آرایشی نرین امروز مهمان برنامه ماست. خب پائولا، ببینم وجود جرم روی همچین کانترهایی چقدر تو رو نگران میکنه؟ خب باید بگم ما با اینا بازی میکنیم، عاشق این کاریم و بهمون خوش میگذره، ولی میتونه مشکل ساز باشه. روی این هر چی که بگین پیدا میشه، مثل باکتری، مدفوع و حتی خیلی چیزای دیگه. آره میدونم وحشتناکه، حتی ایکولای. باورتون میشه؟ برای همین باید از خودتون محافظت کنین. هیچ مدرکی وجود نداره که شما دارین از این چیزا بیمار میشین یا تبخال میزنین، ولی اون میکروبا اونجا هستن و چون جایی ثبت نشده دلیل میشه که این اتفاقا نیفته. من بهتون یاد میدم که چطوری از این کانتر استفاده کنین، چون هیچ کدوم از ماها نمیخوایم من حالا خانم‌ها این کارو بکنن. خب بهتون نشون میدم میخوام یکی از همکارامو بهتون معرفی کنم. دکتر الیزابت بروکس اینجا هستن. ایشون یه مطالعه 2 ساله روی میکروب‌های کانترهای لوازم آرایشی انجام دادن. دکتر بروکس، چقدر شوکه شدین؟ 100% دوباره تکرار میکنم، 100% محصولاتی که آزمایش شدن آلوده بودن. میشه یه چیز دیگه هم بگم؟ ما هم چند تا نمونه رو آزمایش کردیم. اینا رو از مغازه‌های همین اطراف برداشتیم. توی اینا باکتری و قارچ پیدا کردیم. پس فقط دکتر بروکس نیستن که اینو دیدن. چقدر تعجب کردم. من داشتم شاخ در می آوردم. فرقی نداره که محصول از یه مغازه سطح پایین یا شیک باشه، توی همشون آلودگی‌های باکتری و میکروبی پیدا کردیم. چطوری باید توی کانترهای لوازم آرایشی از خودتون محافظت کنین؟ چند تا توصیه براتون دارم. اولیش استفاده از اپلیکیتورهای یه بار مصرفی. دقیقاً. میشه چیزی بگم؟ این به خصوص شامل حال محصولاتی میشه که با چشم، بینی و دهان تماس پیدا میکنه. این میگن مثلث مرگ. چون اگه این قسمت از صورت عفونت کنه به راحتی میتونه وارد مغز بشه. پس خیلی باید مواظب باشین. دکتر بروکس، میشه توضیح بدین که چرا این شما رو نگران میکنه؟ چون اینا همشون اندامهای مخاطی هستن، در ضمن راههای ورود به بدن هم هستن. برای همین باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها که همشون رو روی نمونه ها پیدا کردیم میتونن از این طریق به راحتی وارد جریان خون بشن. خب وقتی داشتیم برای برنامه آماده میشدیم اشتباهی یکی از اینا رو برداشتم. تو اینا رو دوست نداری؟ برای پودر فشرده ماتیک و رژ لب باید از اپلیکیتورهای یک بار مصرف استفاده کنیم. یکی از کلکایی که برای ماتیک زدن میتونین بزنین اینه که یکی از این اسپرهای کوچیک الکل همراهتون داشته باشین، یا میتونین همونجا یکی بخرین. از این اسپری الکلی به ماتیک بزنین و وقتی از اپلیکیتورها یه بار مصرف استفاده میکنین از کنار ماتیک بردارین، از بالاش بر ندارین چون همه میرن سراغ نوکش. یه مشکل دیگه هم هست که من اونو بارها با چشمای خودم دیدم. این ریمل درسته؟ آرایشگر این کارو میکنه، اون اینو میده به شما و شما میزنینش.
خانما دائما دارن این کارو میکنن، بعد دوباره میزننشون تو و اینطوری درسته. در واقع این آلوده میشه. اگه دوست دارین پشت کانتر آرایشتون کنن که خیلی هم باحاله، ریمل خودتون رو بیارین، اینطوری هم خیالتون راحت‌تر، هم خطری تهدیدتون پس این راهنمایی نمی‌کنه. شماره 2 بود. اگه دوست دارین دم کانترهای آرایشی با محصولات ور برین، اینطوری میتونین تمیزشون کنین. و راهنمایی شماره 3، حواستون درسته. باشه که آخر هفته ها اصلا از تسترها استفاده نکنین. درسته. دکتر بروک، شما متوجه شدین که شنبه ها از این نظر خطرناکترین روزه، چون شلوغ‌ترین روزه خرید. کاملا درسته. محصولاتی که به عنوان تستر استفاده می شدن آلوده بودن، ولی یه شبایی آلودگی کمتر دیده شده. مثلا اگه میخواین این کارو بکنین، بهترین شب واسه شما پنجشنبه هاست. پنجشنبه فراموش نکنین. خوشم اومد. خیلی ممنون دکتر بروک. خواهش میکنم. دومین خطر مربوط به محصولاتی میشه که با مژه ها تماس دارن. این یه نمونهشه پاولا. بله. میشه برای بیننده ها توضیح بدی که چرا بیشتر این محصولات خطرناکن؟ چون این آره. تنها محصولیه که توسط سازمان غذا و دارو تایید شده و یه محصول نسخه‌ایه. میشه توضیح بدی جریانش چیه؟ درست. این دارو برای مژه‌هایی تجویز میشه که زیادی کم‌پشت و درسته. نازکن. درسته؟ درسته. اتفاقا خیلی جالبه. اول از همه باید بگم که همه محصولاتی که ادعا میکنن مژه های شما رو بلند میکنن و محصولات نسخه‌ای نیستن، قلابی‌ان. همشون دروغ میگن. قلابی‌ان. شماها دارین پولتون رو حروم میکنین. اگه راستشو بخواین، بیشتر این محصولات از اسپری مو با یه مقدار مواد گیاهی درست شدن که هیچ سندی وجود نداره که مژه ها رو پرپشت میکنن. فقط میخوان شماها رو گول بزنن. این محصولات نسخه‌ای که مژه ها رو بلند میکنه و پرپشت میکنه واقعیه. اینو کشف کردن، همونطور که بوتاکس رو کشف کردن. در واقع این یه دارویی که چشم پزشکا برای بیمارایی که آب سیاه دارن استفاده میکنن. فکر میکنم اسمش هم توش بی داره. با بی شروع میشه. خب راستش اسمش یادم رفته. در واقع رشد مژه‌ای که از عوارض جانبی این دارو بود، چون پرپشت شدن مژه‌ها برای بیمارایی که آب سیاه دارن اصلا خوب نیست و روش استفادهش اینه که بطریشو برمی‌داریم و میریزیم روی یه چیزی مثل این. از وسایل بزرگتر از معمول استفاده می‌کنیم. توی واقعیت اینطوری نیست. ولی این مایع به شکل قطره قطره میاد و باید بریزیمش روی برس. البته اینقدر خیلی نه، خوب. چون اون خب. وقت میشه که توی چشمامون. حواسمون باشه که تو چشممون نره. صبر کن، بذار به یه نکته اشاره کنم. این تصویر نشون میده که وقتی از این استفاده میکنیم چی میشه. تصویر بالا قبل از استفاده است و تصویر پایین بعدشه. تفاوتش کاملا مشخصه. پس میدونیم که کارسازه. مژه‌ها بیشک کلفتر شدن و روش کاریش اینه که مدت زمان رشد مژه‌ها رو زیاد میکنه و دیرتر میافتن. البته درست. گاهی عوارض هم داره. مثلا چشما رو قرمز میکنه و یه وقتایی هم بعد از استفاده این اتفاق میفته. دور چشم ملتهب میشه. این یه داروی نسخه‌ایه، باید درست مصرف بشه و برای همین حتما باید برای تهیه اون به پزشک مراجعه کنین. آره، وقتی برین دقیقاً. دکتر همون چیزی رو که میخواین رو بهتون میدن و موثرم هست. متاسفانه الان اینو آنلاین آره. و حتی توی باشگاه‌ها هم میفروشن و باید خیلی واضح بهتون نه. بگم که نباید خودسر ازش استفاده نه. کنین. باید تحت نظر پزشک ازش آره. استفاده کنین. باید خیلی توی مصرفش دقت کنین. من از این استفاده میکنم و مژه‌هام رشد کردن. میدونم چه خطراتی داره و خیلی حواسم هست. وقتی درست ازش استفاده کنین، مژه‌ها رو بلند میکنه و مژه‌های بلند خیلی جذابن. ببین من چقدر خوشگل شدم. پاولا، ازت ممنونم. خیلی لطف خواهش کردی. میکنم. جودی، لطفاً به من ملحق شو. خب سومین خطر به محصولاتی مربوط میشه که سلام. پوست شما را روشن میکنن و ما توی مغازه‌های لوازم آرایشی و داروخونه‌های نیویورک حدود 12 نوع از این محصولات پیدا کردیم که همه رو اینجا روی درسته. میز چیدیم. دکتر الیوت بتل امروز بهمون ملحق شدن. ایشون بسیار متخصص خوب. پوست هستن. دکتر لطفاً توضیح بدین که این محصولات بله. چطوری کار میکنن. خب میدونی دکتراز، همه خانومای دنیا دنبال این هستن که پوست روشن و شفاف داشته باشن. همه خانوما میخوان که بدون لوازم آرایشی زیبا باشن. درسته. راستش اکثر بیمارای من به همین دلیل به من مراجعه میکنن. هیدروکینون یه دارویی که رنگدونه های پوست یا همون ملانین رو متوقف میکنه. خیلی داروی عالیه، درسته. ولی اگه درست استفاده نشه میتونه خطرناک باشه. باید زیر نظر پزشک مصرف بشه، وگرنه خیلی دکتر، خطرناکه. ما موفق شدیم بعضی از این محصولات رو همینجا خریداری کنیم. یکیشون کلوبتازوله، یه داروی استروئیدی نسخه‌ایه. چرا این دارو میتونه خطرناک باشه؟ این استروئیدهای جلدی میتونن عوارض زیادی داشته باشن. پوست رو نازک میکنن، فشار خون رو بالا میبرن، باعث بالا رفتن قند خون میشن، درسته. باعث واریس و ترک پوست میشن.
درسته، همه رو اینجا نوشتیم. نازک شدن پوست، فشار خون بالا، قند خون بالا، مشکلات سیستم ایمنی. به نظرم ارزششو نداره که دچار این همه آرزه بشین تا یه کمی زیباتر بشین و برای همینه که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم. خب یکی دیگه از کرم هایی که خریدیم توش هیدروکینون داره، یه ماده‌ای که روی بله، ملانین درسته. اثر میذاره و یکی از مشکلات رایجه. ما اصلا نمیدونیم چه مقدار از این ماده توی محصولات استفاده کردن. هیچی روی برچسبش نوشته نشده. شاید یه مقدار کم باشه و شاید یه مقدار زیاد از این داروی تجویزی باشه و مشکل اینه که اگه زیادی استفاده بشه یه همچین اتفاقی برای پوستتون میفته. عملاً آبی میشین. اوه خدای من. تا حالا بیماری داشتین که پوست آبی داشته باشه؟ راستش تا چند سال پیش سالی یکی یا 2 بار این آرزه رو میدیدم. الان هر ماه یا شاید هر هفته میبینم. بیشتر بیمارا این دارو رو از طریق اینترنت یا بدون تجویز درسته؟ پزشک و یا از دوستاشون میگیرن. صادقانه بگم دکتر آز، این آرزه به قدری خدای زیاد من. شده که متاسفانه دیگه کم کم داره نگران کننده میشه. به پزشک مراجعه کنین. بذارین پزشک براتون دارو تجویز کنه. خب من برای همه توصیه‌هایی دارم که کمکشون میکنه تا صورتشون آبی نشه. دوست دارین این توصیه‌ها رو بدونین؟ تو که نمیخوای عالیه. آبی بشی، درسته؟ البته. اول از همه اگه روی نه، محصول خدای برچسبی هست که اونو بخونین، هر محصولی که بیشتر از 2% هیدروکینون داشته باشه باید توسط پزشک تجویز بشه. همونطوری که دکتر بتل هم گفتن. شماره دوم، حواستون به محصولات قاچاق باشه. محصولات قاچاق اونایی هستن که از کشورهای دیگه وارد میشن و خیلی خیلی هم ارزون هستن. وقتی تفاوت قیمت زیاد باشه به احتمال زیاد یکیشون اون چیزی رو که روش نوشته شده رو نداره و در آخر وقتی محصول برچسب مواد نداشته باشه حواستون رو جمع کنین. دکتر بتل شما درمان‌های لیزری رو عنوان کردید. درسته. یزم من دائم توی مجله‌ها در موردش میخونم. آیا ارزششو داره؟ خبر خوب اینه که الان دیگه لیزرهای خیلی خوبی ساخته شدن که میتونن رنگ پوست رو درست کنن. همونطوری که توی انتخاب پزشکتون دقت میکنین، باید دقت کنین شخصی که قرار کار لیزر رو انجام بده نه تنها در زمینه لیزر درمانی بلکه در زمینه رنگ پوست شما هم تخصص کافی دکتر داشته بتل باشه. خیلی ممنون و با بسیار تشکر ممنونم. از جودی. ممنون، زود ممنون. برمیگردیم.